سلام، چطورین؟ خوبی؟ من 2 هفته پیش دو سه هفته پیش در واقع تصمیم گرفتم که یک فعالیت فیزیکی رو به برنامه روتین روزانم اضافه بکنم. برای این کار دوست داشتم که یواش یواش دویدن رو شروع بکنم. خب خیلی ویدیو از خیلی‌ها دیدم که واقعا دویدن تونسته نجاتشون بده، خیلی انگیزه گرفته بودن، زندگیشون تغییر کرده و خب حس میکنم که با اینکه من خیلی مقاومت دارم نسبت به دویدن، چون چند باری شروع کردم ولی واقعا بر من دویدن ورزش خیلی سختیه. این دفعه گفتم که آقا خیلی ساده شروعش میکنم و واقعا هدفم این نیستش که حالا کار عجیب غریبی انجام بدم، مثلا بخوام رکوردی بزنم، اصلا فقط میخوام برای خودم یک تارگتی، یک هدفی بذارم که این ورزش رو شروع بکنم. من از چت جی پی تی کمک گرفتم، حالا شرایطی که داشتم و همه چیزا رو بهش گفتم و یه برنامه خیلی ساده ازش گرفتم. من شروع کردم و واقعا برنامه خیلی خوبی بود. من خودم تغییر رو احساس می‌کردم تا اینکه هوای تهران عزیزمون به شدت آلوده شد و دیگه نمیتونستم برم بیرون و گفتم چیکار کنم. خب توی خونه با یوتیوب ورزش میکنم. یه سری کانالا رو، حالا من یه پلیلیستم درست کردم. این پلیلیست رو توی کانالم اگر که برین این پلیلیست هست، یه سری ورزش‌های یوگا و پیلاتس که انجام دادم توی این پلیلیست گذاشتم. مثلا یکیشون یوگا صبحگاهیه، یه رو 20 دقیقه است و یک خانم ورزشکار ایرانی به اسم فاطمه عزیز این ویدیو رو درست کرده که خیلی عالیه. یعنی اصلا من هر موقع اون رو انجام میدم اینجوریه که انگار عضلاتم و مفصلام و همه قشنگ بیدار شدن. اونو انجام میدم و بعدش یه پیلاتس مثلا نیم ساعته 20 دقیقه اینا رو انجام میدم. در کل بین نیم ساعت تا 1 ساعت ورزش رو دارم و دوست داشتم که اگه شما هم دوست دارین که این روتین یه فعالیت فیزیکی رو مثلا نیم ساعت پیاده روی یا همین ورزش کردن توی یوتیوب رو به برنامه‌تون اضافه کنین، شما هم بیاین کانالمو سابسکرایب کنین، با هم دیگه پیش بریم و من حالا دوست دارم بازم ویدیوهای بیشتری در مورد ورزش و این فعالیتایی که دارم انجام میدم بذارم توی یوتیوب. ولی خیلی دوست دارم یه همچین جمعی رو داشته باشم که آدمایی که دوست دارن یه تغییری رو ایجاد کنن، با هم دیگه شروع کنیم، با هم دیگه پیش بریم، بعد به سری نتیجه هایی که دلمون میخواد هر کسی با توجه به متر و معیار خودش، نه اینکه بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم و اینا یا با دیگران، به هدفمون برسیم. و امیدوارم که خودم دوست دارم که این فعالیت فیزیکی قشنگ روتین روزانه‌ام بشه. من امروزم رفتم ویدیوهاشو براتون میذارم و قهوه‌م هم گرفتم و میخوام حالا قهوه‌ام بخورم و خواستم بهتون اینو بگم اگه شما هم پس دوست دارین لطفاً کانالمو سابسکرایب کنین و با هم دیگه پیش بریم. مرسی. در ادامه ویدیو رو هم ببینین، اینجا تموم نمیشه. هوا اصلا 20 بوسیدنی. ببین یعنی آسمون آبی، ابر، اصلا مگه داریم؟ مگه میشه؟ انعکاس کوها رو میبینیم، خیلی قشنگه. وایب ورزش صبح با دستگاه نوشیدنی. اینا رو ببینیم و همین نزدیکشون. اینو ببین سیلا. این تو کل مسیر اینجوری هم لبخند. خیلی خوبه امروز. ببین خیلی هوا خوب، آسمون پاک.
بالاخره قهوه یافتم. نمیدونم چرا امروز هر جایی که معمولا میرفتم بسته بود، نبودم، عجیب بود. قلب روش از اینه که مثلا ازشون قهوه اینجوری بیرون برمیگیری که در داره ولی اینجوری یه آرت هم برز میزنن، دوست دارم. با تشکر از کافه‌داران بازوق عزیز. آقا ولی وایبی که این آهنگ داره هیچ وقت یادم نمیره. گفت بهزاد باید من چی پس بده دور، بچه بازی هرچی هست، نصف قلبم مال من مال توه، بقیهش حتی اگه بچه کس یه وقت نشه سرچی از دنیا بدون همیشه یه گنجی هست. زندگی به لحظه هاست، خوشیه و خنده هاست، سخت نگی مهم نیست، هم به چپ هم به راست، هرچی باشه آسمون مال توه، خواستمون نشه شبی بقیه بین کات و آسمون. تو که میگی رپری تو مودت کم بری